جوش کردم لالا قربان چم الله تعالی کریم آقا بگی دیگه میاد اکسات قسم میکنن که فکر بادگاه میشم اصلا بچه کافیساز ملیت ما از چندین ملیت هستیم، از چندین قوم به وجود آمده مملکت ما تا که تماما قوم ها و ملیت های ما با هم یک جا نشن، فامیلی متحد نشن، یک پارچه نشن، ما به مشکلات زیادی گرفتار میشیم و گرفتار هستیم. جوانان ما تمامشان سرگردان و پریشان هستند. از یک سو اقتصاد ما ضعیف، از دیگر طرف دشمنای خارجی های ما بالای ما ظلم و ستم میکنن و مردم ما مهاجر شده و کل سراسر جهان مهاجر داریم. که میاد اکسات قسم میکنن که فکر بادگاه میشم دو قوم یا دو ملیت یا دو قوم بین خود جنگی میبودن و نباز از بین قوم یک کلانشان یک جای میشد با تعداد زیاد میسفیدا میخیستن به خانه نفر برای عذرخواه میرفتن. کوی نبی با خدا ناخواسته و یکی جوان میمره، یکی دیگه که در بندی خانه پوده میشه، هر دوش زیان کلش میفهمند مگم خدا اصلاح کده نمیتونن، باید از اصلاحات بیارن در خود. این سفید ما اینمیست او وادا بسیار هم او ساعت به ساعت داشتیم انداختیتان خدا و راستی او وادا که بود نیم سال بعد یک جلگه که 6 نفره ای او وادا دیگه خوب دیکوته سنگی خوب کافیا بود ولای مغز کلر سالندش مغز کلر بود باز اونم یک 5-6 نفر میشش میگم که خیره یک جنگ کردیم و باز اونموجه دفتن چیش میکردن علش میکردن لیاز بود پاس بود قربان چم بسیار این همیال واری شکر جوش کردم لالا قربان چم الله تعالی کریم آقا بگی دیگه فکری بیارن دشمنای خاک از وطن ما گم کنن یک آرامی مطلق به وطن مردم بسیار زیاد پریشان است الهی آمین بسیار زیاد دیده که سال گذشته الهی آمین الهی آمین هرچی که مشکلات جامعه ما شما حل شود الهی آمین جوانای ما اصلاح شود پریشان است بله در طبقه قاید بست مامورین متقاعد هستیم خداوند اگر کمک کنه که این ما رو الهی ان شاء الله خدا و شما را خوش خنان باشه